دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 11 ایولی سال 2026 قرار داریم در نزد بوته مرمنجانی بخور. من برای بخور بودنش تصدیق کنم. من همه دستی من در درونش است. نهایت بسیار میبندد. این رو یک روز پس میچینم و نهایت بسیار میبندد و پولی نقص هم هست. دوستان عزیز این مرمنجان از این بسیار کمپوت یعنی شربت خوب میشود و مربای خوب میشود و اینجوری وقتی که پختگیش رو شما میخورید شیرین شده است. در اگر نپخته‌اش رو خورید ترش مزه است، پختگیش شیرین میباشد. ببین من یک پختگیش رو یک چند دونه‌اش رو گرفته خورم و در پیش شما گپ زنم که چی مزه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. این پختگیش رو ببینید با مانند شاهتوت است. دیدید؟ انا ببینید من میخورم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که پختگیش رو خوردید ترشی ندارد. پختگیش شیرین میشود، لیکن اگر خونترش رو خورید این ترش است. امسال خدا خواهد ما زمستان از این نهال میبروریم در فروش. یک برادر 250 دانه زکات کردن من محض برای همون کس آمدم که زکات کنم که حتما این را تا زمستان ما ریشه دار باید کنیم و با فروش بروریم و کسی معقول باشد یک لایک مونت در پناه خدا باشید.